ایایدو. اصول ایایدو. ایایدو فقط در مورد مبارزه با شمشیر نیست، بلکه یک رشته جامع است که ذهن، بدن و روح رزمیکار را هماهنگ می کند. دقت و سیال بودن مشخصه هر حرکتی است که یک سامورایی در این رشته رزمی اجرا می کند. بهتر است در این قسمت به این نکته نیز اشاره کنیم که کاتانا به عنوان سلاحی بی‌نظیر روح ایایدو محسوب می شود. نقش ایایدو در رشد شخصی. فراتر از جنبه‌های رزمی، ایایدو مزایای قابل توجهی برای توسعه شخصی ارائه می‌دهد. حرکات تکراری و با دقت بالا هماهنگی ذهن و بدن را تقویت می‌کند. علاوه بر این، در دنیایی مملو از حواس پرتی، نظم آرام ایایدو به پرورش صبر و پشتکار کمک می‌کند. هر جلسه تمرینی برای اصلاح تکنیک است که باعث پیشرفت مداوم و تدریجی می شود. فلسفه ایایدو. ایایدو در اعماق خود بیشتر یک ورزش فلسفی است تا جنگی. به عبارت دیگر، سبک رزمی ایایدو مسیری است برای رسیدن به خودآگاهی و نظم بخشیدن به ذهن و بدن رزمیکار. ماهیت تکراری حرکات باعث شکیبایی، استقامت و اصلاح تکنیک می شود، چرا که در این سبک مسیر بسیار مهمتر از مقصد است. یک مفهوم فلسفی مهم در ایایدو چرخه زندگی، مرگ زندگی است. کشیدن شمشیر نشان دهنده زندگی است، ضربه نماد مرگ و غلاف مجدد شمشیر به معنای تولد دوباره است. بنابراین هر حرکت در ایایدو یادآوری عمیق از ماهیت گذرای هستی است. ایایدو